امروز میخوام شکم ماهی بگیرم. دوست دارم داخل این شکم ماهی یه حشوی خوشمزه بذارم. برای این کار یه پیاز رو خرد کردم و گذاشتم که این پیاز یه کوچولو سبک بشه. زمانی که پیاز سبک شد بهش روغن و ادویه‌جات رو اضافه کردم. حالا ادویه‌جات چی بود؟ فلفل تند، زردچوبه، ادویه 4 قلم رو اضافه کردم. بعد از این مرحله سیر رو بهش اضافه میکنم. بعد که سیر رو اضافه کردم، لازمه این غذا حتما سیر هست. سیر رو که اضافه کردم به این حالت در اومد، سبزی رو بهش اضافه میکنم. سبزی من یخزده هست. سبزی شامل گشنیز و یک کمی سیر هست. در قابلمه رو میذارم که سبزی بین ادویه‌جات نرم بشه. وقتی سبزی یک کوچولو تفت داده شد با سیر و پیاز، اون موقع یه دونه گوجه رو پوره یه دونه گوجه و نصف قاشق سرخالی رب گوجه رو به این موادمون اضافه میکنم و میذارم که آب گوجه گرفته بشه و حسابی با مواد مخلوط بشه. زمانی که آب گوجه گرفته شد، یه دونه فلفل عنابی رو بهش اضافه میکنم. این غذا هرچی تندتر لذیذتر و مخلوط میکنم که خوب به هم بخوره. برای اینکه ملس بشه یه کوچولو کشمش هم به این غذا، به این حشوی خوشمزه اضافه میکنم. وقتی کشمش ها رو اضافه کردم و به هم زدم، بعد نوبت آب تمر میرسه. آب تمر رو هم اضافه میکنم و در قابلمه رو میذارم که به خورد هم بره مواد و خوب که آبش کشیده شد، حشوی ما دیگه آماده هستش. تمری که من ریختم توی این حشو، این تمر بدون هسته هستش. برای همین فقط با کمی آب قاطی کردم و ریختم که مواد کنار آب تمر خوب پخته بشه و طعمدار بشه. عزیزان لطفاً نمک رو خیلی کم اضافه کنید، چون تمر معمولا خودش کمی نمک داره. حشوی ما بعد از اینکه آبش کشیده شد کاملا آماده است که توی شکم ماهی بگذارم و انشالله یه ماهی شکمپر خوشمزه داشته باشیم. آب حشو که گرفته شد به این شکل در میاد. حالا آماده است که بره توی شکم ماهی های خوشگلمون. من از ماهی شوم یا شانک هم بهش میگن، برای این کار استفاده میکنم. ماهی رو با حالا نمک نیم ساعت قبل مزه‌دار کردم، فقط نمک کافیه و توی آرد قلب میزنم و توی شکمش رو هم میگیرم که بره برای سرخ شدن. وقتی دو طرف ماهی خوب سرخ شد، بعدش میایم در قابلمه در ماهی تابه رو میذاریم به اصطلاح عامیانه به مدت 5 دقیقه با شعله خیلی کم تا ماهی دم بکشه، یعنی که ماهی کاملا پخته بشه و مواد توی شکمش بره توی خورد گوشت ماهی. ماهی لذیذ ما آماده است. من معمولا این ماهی رو با شبت پلو سرو میکنم. لوبیای چشم بلبلی هم میتونید توش بذارین، بسیار خوشمزه و لذیذ میشه. نوش جون.